داستان عجیبترین دزد تاریخ. وقتی به برلین نگاه میکنم فکر میکنم این آدم یا خیلی آدم باهوشیه یا خیلی احمقه. فکر کن 1 سال برای دزدی خفن نقشه بکشی و یه شب به خاطر یه عشق جدید به خطر بندازی همه چیزو. سلام، به سینماگراف خوش اومدید. امروز سریال برلین رو که اسپیناف سریال مانی هست رو بهتون معرفی میکنم، پس لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باش. باید بدونید که برلین یک سریال جدید از نتفلیکسه و همونطور که از اسمش پیداست داستان حول شخصیت برلین از دنیای سرقت پول میچرخه. این سریال معروف اسپانیایی سرقت پول یا خانه کاغذی در سال 2017 شروع به پخش شد و به سرعت در سراسر جهان محبوب شد. هرچی پیش میرفت بیشتر شد شهرتش. این سریال با داستان سرقت، جنایت و درام تونست جوایز زیادی بگیره و خیلی مشهور بشه. این سریال توی بینندگان خیلی محبوب بود که نتفلیکس حتی یه مستند برای پشت صحنه‌هاش رو هم ساخته و حتی یه نسخه بازسازی کره هم درست کرده که توی دنیای دیگه ای اتفاق میفته. توی نوامبر 2021 چند روز پیش از ساخت پخش نیمه دوم فصل آخر سریال، نتفلیکس اعلام کرد که قصد داره یه اسپیناف بسازه. اینجا که می‌بینید توی سریال اصلی کاراکترهای زیادی بودن که میشه رویدادهای کناری جذابی رو داستان کرد. ولی اینکه برلین چقدر جذابه رو نمیتونیم نادیده بگیریم. بنابراین نتفلیکس تصمیم گرفت که داستان رو با محوریت برلین بسازه. سازنده‌ها می‌خواستن تا این سریال رو در مقایسه با سریال اصلی با لحنی سبک‌تر بسازن. و اینم بعد از سریال‌های دیگه‌ای که تا قبل از این داشتن، بنابراین تصمیم گرفتن که لحن خنده‌دار بدن به داستان، بازیگرای بیشتری استخدام کنن و از لوکیشن‌های مختلفی استفاده کنن. داستان این سریال اصلا تو شهر پاریسه. همه چیز با یک گذشته ناشناخته شروع میشه قبل از اتفاقات سریال مانی است. این سریال همونطور که از اسمش مشخصه حول شخصیت برلینه و بهترین وقت‌های زندگیش رو به نمایش میذاره. تو این بازه زمانی داره تلاش میکنه تا بزرگترین سرقت حرفه‌ای خودش رو انجام بده. تو این مأموریت قصد داره جواهرات ارزشمند به ارزش 44 میلیون یورو رو بدزده. یه مأموریت از جنس رویا که نگاه کردن بهش حس خوبی بهت میده. برای انجام این کار با 5 نفر که قبلا باهاشون دزدی کرده همکاری میکنه. خب اگه تا اینجا از این ویدیو خوشت اومده ممنون میشم که با لایک کردنش ما رو همراهی کنید. سریال برلین رو میشه یک سریال سرقتی عالی دونست. گروه خوبی داریم، نقشه حرفه‌ای رسم کردیم و یه رهبر فوق جذاب داریم. البته همه چیز به راحتی پیش نمیره و اعضای گروه باید راهی پیدا کنن که از موانع و مشکلات عبور کنن. ولی تصور ما از برلین مانی هسته. ولی برلین اینجا کسیه که وسط سرقت داره دنبال عشقش میگرده و کلاً هیچ چیزو جدی نمیگیره و به شدت آدم باحالیه. این ارتباط میتونه به طور خطرناکی همه چیزو خراب کنه. قطعاً برلین باید بدونه داره چه کاری میکنه، ولی به نظر میرسه که اونقدر براش مهم نیست. این چیزی که داستان سرقت رو از حالت عادی جذاب‌تر میکنه و اینکه واقعاً مشخص نیست که داستان توی کدوم دوره زمانی اتفاق میفته. تلفن‌هایی که توی سریال استفاده میشن نشون میده که شاید بین سالهای 2000 تا 2009 باشه. ولی از طرف دیگه تجهیزات و تکنولوژی‌های استفاده میشه که نشون میده شاید داستان توی سالهای بعدتری اتفاق بیفته. به طور کلی سریال برلین چیز جدیدی به ژانر سرقتی اضافه نمیکنه. ولی جذابیت پدرو آلونزو در نقش برلین باعث میشه که تماشای این سریال خیلی جذاب و هیجان انگیز باشه. به نظر من وقتی این سریال رو تماشا می‌کنی باید کاملا از ارتباطش با سریال مانی هست رو فراموش کنی. چون تنها چیزی که این دو سریال رو به هم متصل میکنه کاراکتر برلینه. ولی یه برلینی که با برلین هستی تفاوت‌هایی داره و فقط اسم و ظاهر فیزیکیش با برلین مانی هست شباهت داره. البته این به معنی ضعیف بودن شخصیت برلین نیست، چون که این شخصیت باعث جذابیت دوشندان سریالش شده. اگه فکر کنید این سریال مثل مانی هسته و بخواید ببینید احتمالاً خیلی ناامید میشین. برخی از منتقدا فکر میکنن که فیلمنامه و شخصیت‌های جدید اصلاً به سطح سریال مانی هست نمیرسن. با اینکه مقیاس بزرگتری داشت و صحنه‌های خوبی از پاریس رو نشون داد، ولی نتونست جذابیت و هیجان سریال اصلی رو داشته باشه. برخی حتی فکر می‌کردن که این سریال فقط وقت شما رو هدر میده، بیشتر از 6 ساعت و خوردی از زبانتون رو تلف میکنه. میشه گفت این سریال بیشتر توی ارتباطات احساسی دزدا تمرکز داره تا سرقت. با اینکه دزدایی هستن که میتونن سرقت بزرگی انجام بدن، ولی نمیتونن جلوی دزدیده شدن قلباشون رو بگیرن. بعضی از منتقدان نوشتن که سریال برلین فیلمنامه خیلی سطحی و پیچش‌های زیادی داره. ایده‌های پربازی توی داستان وجود داره که پتانسیل خیلی زیادی داره، اما داستان به اونها نمیپردازه و گسترششون نمیده که واقعا ناامید کننده است. یکی از هیجان‌های بزرگ سریال اصلی این بود که چطور هم چیز میتونه ناگهانی نابود بشه و ماجرا از این رو به اون طرف بره. اینکه چطور اعضای گروه قرار این اتفاقات رو مدیریت کنن. اما توی سریال برلین اینطور نیست که این مقیاس رو ببینیم. در کل این سریال استانداردهای بالای تولید مرتبط با دنیای مانی هست رو حفظ میکنه.
و اطمینان میده که مخاطبان از نظر جذابیت بصری چیزی در خور دریافت کنند. توجه به جزئیات در اجرای سکانس های سرقت و ادغام یک پارچه فلش بک ها ظرافت فنی رو به نمایش میذاره که به عنوان علامت تجاری خلاقیت تیم تولید این اثر تبدیل شده. در پایان هم باید بگیم که تاکید زیاد سازندگان سریال بر فضای رمانتیک بعضی وقتا روی طرح دزدی سایه میندازه و ممکنه افرادی که به دنبال عناصر جنایی و درام بودن و به سریال جذب شدن احساس کنن که از مسیر اصلی دور میشن. این سریال در حالی که از نظر بصری جذابه ممکنه سطح و غیر قابل پیش بینی بودن نسخه قبلی خودش رو نداشته باشه. میتونیم به سادگی بگیم که داستان‌های عاشقانه توی طرح سرقتی سریال ممکنه به مسیری که افراد انتظار دارن ناخواسته تغییر بده و پیشرفت داستان رو کند کنه. در حالی که در سریال مانی اسم عناصر احساسی زیادی وجود داشت، اما تمرکز برلین بر عشق به عنوان راه حلی برای مسائل درونی شخصیت‌ها باعث میشه سریال از جذابیت دور بشه و از مسیر اصلی دور بره. ولی با تمام این بحث ها سریال برلین ادامه دهنده راه یکی از بهترین سریال های تاریخ غیر انگلیسی زبان. خب امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. با سینماگراف همراه باشین چون که ویدیو بعدی هم قراره یه چیز خیلی خاص باشه.